سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه کلاسیک بزنیم با هم دیگه، دک مورتار. بریم ببینیم چی میشه. من اولین بار به این دک پلی میدم. رو 10 تا لوز دادم ببینم میتونم با این دک تموم کنم یا نه. تا 10 با یه دک دیگه آوردم. خب بعد رو 10 تا لوز دادم گفتم که ببینم. ای بابا شانس ما رو مورتار برای کسی نمیده دوستانه. خب تاورمونم کنون کارته برای دفاعی. ای بابا خدایا وضعیت ما رو نگاه. موتور رو سایکل میکنیم دوباره سریع میندازیمش. دارت رو میندازیم پشت برای این کارت میزنه. دارت رو میزنه. دوربین هم میندازیم که راحت دفع بشه. خب یکیش چیه؟ اصلا خیلی عجیبه. اون با یه ضربه میمیره. اگه برلمون رو درست بندازیم برلمون بره. خب گارد اسکلت رو میندازیم که برای حمله آماده داشته باشیمش. مورتار اون آبا شد که فکر نکنم بگیره. گرفت یکم صبر میکنیم. ابیلیتی رو میزنیم. اونجا هم باز همون کار میکنیم. برل بهتر. ولی خب فکر نمیکنم اکسیر داشته باشه. یه حمله میزنیم. اسکلتون کینگ هم الان میدیم. باز مورتار یه فایر. این از کجا بودیده؟ اسکی ای بابا این رو دف میشیم. مورتار رو میدیم که کاش نمیرفتیم. میزنیم اکسیرمون پرشه. یه دونه فایر میزنیم. برای مجبور بودم برم دیگه. با دوبلین نگه داریم اینجا. وای خراب کردم. مجبوریم دیگه مورتار رو برای دفاع بندازیم. پس ته میدیم کارتون. یه دونه برای دوباره از ته شروع کنیم. خیلی بد بازی کردم. مورتار دارو رو میدازیم. اسکلتون برای رو از این گوشه میدیم. دارتوبین هم میدیم اینجا کارت حریف رو بگیره. فایر ابیلیتی یکم سرگرمش میکنه کارت رو. به تاورش نمیتونیم اونجور که باید آسیب بزنیم. پس مجبوریم فایرش کنیم. اسکلتون کینگ رو میدیم اینجا. برل سایکل کنیم. مورتار رو بیاد دستیم. دارت گلیم چجوری دف میکنه. دوباره برل اینجا یکم تونستیم اذیتش کنیم. اسکلتون کینگ رو میدیم که شارژ بشه. مورتار و برل رو با هم میریم. خب میخواد از این بر هم بکنه. اسکلتون کینگ مورتار
ابیلیتی اشون داشتم زجه می‌زدم باشم اصلا نتونستم با مورتار درست دمیج بدمش ولی خب خوب بود. جی خیلی قدک دستم نیومده ولی خب بازم تونستیم باش بین کنیم. قرارم نیست مثلا دکم باشه یا چیزی ولی خب گفتم دیگه یه مورتار رو بزنیم ببینیم دنیا دست کی هست. بانکی دلوفی خب حالم از این دکا به هم میخوره. اسپیر گوبلین رو میندازیم که این دمیج زیادی تو وارد نکنه. حالم از این دکا به هم میخوره. متنفرم وای خدایا. الان هر چی بگی یارو تو دستش داره. من چجوری اینو دفاع کنم؟ چجوری دفاع کنم؟ به راحتی دفاع کنم. چرا من نمیرفتم که؟ ابیلیتی اینجا میزنیم ببینیم. خوب چون کنون کارت گوبلین رو میرم چون دیدی میخواست این کارت رو بندازه گفتم گارد دستم باشه بتونم اینو بگیرم. بدبخت شد مجبوریم فرارش کنیم. خب دمیج عقب افتاد میتونیم یه کاریش بکنیم. اینو این حمله شد دفع کنم ضد حمله بزنم این دوتا. لینو میندازیم این کارت رو بگیره. خب اینجا گارد رو میدیم. دارت گوبلین هم سریع میندازیم چون این کارت شوخی برداری نیست. مجبورم مورتار رو بندازم. خراب کردم. ما اصلا برای رو بازی نکردیم. برای رو میندازیم گارد مورتار دیگه تایم کارت ریختنه. اوه بدبخت شدم دفاع کن اونو بسرم رفت تو پاچم. اسکلتون کینگ اینجا گاردم نمیده اینا اونو نمیتونم دفاع کنم که بابا نمیش کردی. بد بازی کردم اسکلتون کینگ خیلی علکی خودم رو اکسیر عرب انداختم. برل کارت ابیلیتی مورتارم از اینجا میدیم. بینا رو میدازیم. خوبه سویش کرد رو تاور که 2 تا بزنی داشت کار جمع. اسکلتون هم میدادم الان دمیج زیاد نفت نیستیم. یا ابوالفضل این چرا رفت این ور؟ باز برل مورتار
دمیج خوبی خورد. بازم باید مورتا رو بریم گوبلین رو میریم. خوب تمام شد. بازم مورتار تمام. برگرد داشتم زجه میزدم ولی خب مچ رو در آوردم. خیلی دک دستم نیست، یکم اذیت میکنه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دک جالبی استفاده کنید. ببینمتون.